سلام علیکم. با شما شوکت محمد هستم و برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز پیشکش شما می گردد. سرخط خبرها. در طول 26 سال آخر بار اول امام علی الرحمن به باروخ سفر می کند. خرید انشاءات و کارخانه های غصب کرده عائله رئیس جمهور در باختر دسترسی پیام شد. ترکیه در سرمایه گذاری مستقیم به اقتصاد تاجیکستان به جای دوم برآمد. قرار است رئیس جمهوری تاجیکستان بعد 26 سال سفر اولینش به باروخ بار دوم به این منطقه بحثی و همیشه زیر خشونت همسایه ها برود. او در آنجا با همتای قرغیزش سارانبی جینبکوف ملاقات می کند. علاکه از اوایل ماه جاری آمادگی به سفر امام علی الرحمن در اسپره به طور عنعنوی جریان دارد. از مردم خواسته‌اند دیوارهای خانه و حوله های خود را سفید کنند. خوانندگان مکتب به مارشیروفکا جلب شده اند. حکومت محلی راههایی را که قرار است رئیس جمهور از آنجا عبور کند تعمیر می کند. ساکنان ناحیه به خصوص جماعت‌های وارخ و چارکوه امید دارند که بالاخره دو رئیس جمهور به نتیجه نهایی می رسند و به تنش‌های مرزی خاتمه داده می شود. عبدالمقیت صدرالدینوف، یک ساکن چارکوه که فرمان گرفته است دیوار خانه اش را که در کنار راه قرار دارد از نو سازد، میگوید هرچند از نوسازی دیوار برایش گران تمام می شود ولی او بیشتر درباره آن می اندیشد که واخوری دو رئیس جمهور چه تأثیری به تنش‌های مرزی خواهند داشت. رئیسان ناحیه و ولایت چند بار گفتگو کردند ولی مسئله حل نشد. مردم ناحیه امید دارند که رئیس جمهورها به یک خلاصه لازمی می رسند و به جنجال‌های مرزی خاتمه می بخشند. اما ساکن دیگری ناحیه روزیبای منافوف چندان امید به سفر رئیس جمهور ندارد. او میگوید قرغیزها حرف خوب را نمیفهمند. یک مرتبه قرغیزها برای 5 سال پورا آرام شدند و یگان بار جرأت نکردند مرز شکنی یا به تاجیکان هجوم کنند. این بعدی آمدن مجاهدان سابق و بازار سلاح راندن آنها از منطقه‌های بحثی بود. حالا قرغیزها فهمیدند که حکومت تاجیکستان جرأت رویارویی با آنها ندارد. هر کار میخواهند انجام میدهند. چندی پیش محیدین کبیری رهبر پیمان ملی تاجیکستان گفته بود زبان کوتاهی مقامات تاجیکستان نزد همتایان قرغیزی خود را در بیزنس عائله رئیس جمهوری تاجیکستان می‌بیند که توسط قرغیزستان انجام می‌شود. شرکت‌های خانواده الان شرکت فراز که با قاچاق مواد سوخت و دیگر مواد غذایی مشغول هست، یک قسمی از موادهای کنترابند خود را از مرز قرغیزستان وارد تاجیکستان میکنند و این چون از تاجیکستان هم توسط مرزهای قرغیزستان یک مقدار از بارهای ثبت نام نشده و قاچاقی خود را به بازار وارد میکنند. حکومت قرغیزستان، مردم قرغیزستان و حکومت‌های محلی نزدیک سرحدی از این واقعیت آگاهند و این تبدیل شده است به یک قرطه یا اهرم فشار در دست همسایه کشور برای آنکه حکومت تاجیکستان را و بخصوص خانواده را همیشه همچون یک متهم نگه بدارند و هر وقت که حکومت تاجیکستان بخواهد از منفعت‌های مردم حمایت کردن شود، آنها بالای میز این قرطه ها رو میگذارند، میگن که بدونید که اگر گذشت نکنید و بالای ما فشار بیارد ما این فکت ها رو، رقم ها رو آشکار خواهیم کرد و این است که ملت تاجیک و کشور ما گروگان بیزنس خانواده، متهمی خانواده و سیاست های جنایتکاران این خانواده شده است که نتیجهش همین است که مردم شریف وارو، خواجه اعلی و دیگر دیههای اسفره و نه تنها اسفره، تمام ملت تاجیک در یک حالت خواری و ذلت قرار گرفتند. اکنون اینجا سؤال مطرح این است که آیا رئیس جمهور کشور امام علی الرحمن ضمن سفرش به باروخ راضی شده میتواند که به خاطر حفظ مرز کشور به بیزنس دامادش و شرکت عائلوی فراز ضربه وارد شود یا این دفعه هم زمین کشور را قربانی منافع عائلویش میکند؟ ببینیم چی میشود. این را وقت معین میکند. با ارسال یک نامه به پیام یک گروه با نام افشا از خود درک داده گفتند
تصمیم دارند که من بعد از جانب عائله پرزیدنت از خودکنی‌های زمینی مالکیت جمعیتی کشور را تحقیق نموده رسانه‌ای خواهند کرد. این گروه الکی روی خط با نامگویی نزدیک به 50 انشاءات و بازار، بناهای با دبدبه و پرحشمت، کارخانه و کارگاه‌های خرد و کلان را ترتیب داده دعوا دارند که این همه را عائله رئیس جمهور و دمروانش در قرغان تپه باختری حاضر غصب کرده اند. همچنین از جانب این گروه یک خریطه مخصوص ترتیب داده شده است که در آن دیده می شود موضع‌هایی از طرف عائله غصب شده با رنگ زرد اشاره شده اند. گروه افشا تاکید بر این می کند که پس از آن که حکومت امام علی رحمان مستحکم شد، همه قسمت‌های تاجیکستان را میان خویشانش چون ملک بابایش تقسیم کرد. غارت قرغان تپه هم از جانب خویشانش و دمروانش آغاز گردید. دادر عروسان امام علی از چپایف، خدایش حاجی شریف از لمنوسف و دنغرگی های دمروش در یک دوره به این منطقه هجوم کردند. برای تقسیم نفوذ سال 2013 حتی میان طرفداران حاجی امیرالله و نصرت غرغرگی با لقب بیترسوک در منطقه شحلا جنگ و تیرپرانی هم به عمل آمد که در نتیجه یک زن میان سال تصادفاً از دستش تیر خورده در بیمارخانه شهر بستری شده بود. گروه افشا معلومات داده است که وزیر سابق نقلیات عبدالجلال سلیموف دسیوی رقم 2 را در درآمدگاه شهر قرغان تپه باختری حاضر حالا شرکت سخی سال 2003 به مبلغ 110,000 سامانی معادل 34,000 دلار آمریکایی نرخ یک کوارتیره 3 حجرگی خصوصی گرداند. بغیر از بنای کلان معموری، این کارخانه راهسازی در همان زمان صاحب دهها تکنیکی قیمت بها، 2 زواد و 3-4 گکتار زمین بود. این وزیر حکومت امام علی رحمان پولهای جمع آورده اش را در شویتزاریا نگاه می داشته است. پسرش علی جان سلیموف دیرکتور بانک ملی تاجیکستان در ولایت ختلان این پولها را اداره می کند. گروه افشا تحقیق کرده است که حاجی شریف خدای رئیس جمهور زمین‌های ناحیه باختر را در اطراف آن به اهالی شهر توسط خالصتنگ، کارمند سرریاست وزارت امور داخله در ولایت ختلان به ملال فروخته در یک مدت کوتاه بازار کلان خصوصیش را ساخته گرفته است. در ساختمان بازارش همه کارخانه‌های دولتی را به رحمانه استفاده برده است. مبلغی در ساختمان این بازار صرف گردیده از بودجه چندین ساله شهر باختر بیشتر بوده است. حاجی امیرالله اسدالله دادر عروس امام علی رحمان رئیس سابق شهر باختر نیز بغیر از 2 بنای 13 آشیانه استقامتی، اداره اپتک بازی شهر، بیمارخانه خصوصی دوا و حتی دیوانخانه شهری را در کوچه عینی هم خصوصی کرده بنای معموری KJKP را نیز به حدود این ابیکتش درآورده گرفته است. طبق معلومات کارخانه پخته باختر را تخمین رحمان دختر رئیس جمهور از خود کرده بوده است. کمبینت گوشت مال زایر داماد رئیس جمهور و کارخانه روغن براری هم از آن عائله بوده است. مهمانخانه های اساسی نیز از آنهاست. مفتونه مال عبدالجلال سلیموف، مهمانخانه رمز مال زایر، مهمانخانه استقلال از آن شمس الله صاحبوف و مهمانخانه قرغان تپه از آن نصرت بیترسوک. ناشری این سطرها میگوید مردم محلی از همه ذخیره های شهر خود به نصیب مانده ناعلاج به خارج رو می آرند. این اصلاح شهر است، اصلاح مردم خود در وطنشان، اصلاح از جانب بنام حکومت کنستیتوسیونی که خود را با زوری به سر مردم تاجیک بار کرده است. امروز وقتی مردم این عائله را برای ضبطکاریشان تنقید میکنند، اساساً گپ‌های عمومی میگویند. تلویزیون‌های دولتی باشند، با تمام هستیشان این عائله و سیاست خردمندانه سرور این عائله امام علی رحمان را پشتیبانی میکنند. مردم بیچاره باشد به این تلویزیون‌ها باور میکنند. باور داریم که این وضعیت در همه منطقه‌های دیگر تاجیکستان نیز به همین مانند است. در آخر گروه افشا از شهروندان کشور خواهش کرده است تا همین گونه روی خط و خریطه تبدیل داده معلوم کنند که در گرد اطرافشان چه کارخانه و انشاءات و یا جای سیر درآمده مانده که از طرف عائله رئیس جمهور غصب نشده امین مانده باشد.
اکنون مختصر از دیگر خبر و رویدادها همکارمان صفیه واحد و به شما گزارش می‌دهد. ایلهام عطایف معاون رئیس خدمات علاقه امروز 15 ایول در یک نشست خبری در دوشنبه اعلام کرد که تا 11 ایول سال جاری 1,883,385 سیم کارت با شناسنامه نو به قید گرفته شده است. طبق گفته او در تاجیکستان 6.5 میلیون نفر سیم کارت دارند که 5 میلیون نفرشان فعال هستند. ولی او گفت ما نمیتوانیم شمار نفرانی با شناسنامه نو به قید گرفته ها را بیش از 1 میلیون نفر بگوییم، چون یک نفر میتواند 2 یا 3 سیم کارت داشته باشد. گفتنی است تا انجام این مهلتی از نو به قیدگیری که 16 آگوست است همگی یک ماه دیگر باقی مانده است و امکانی به قیدگیری تقریبا 3 میلیون نفر دیگر بسیار کم است. ایلهام عطایف گفت خدمات علاقه به احتمال زیاد مسئله تمدید مهلتی به قیدگیری سیم کارت ها را به حکومت پیشنهاد خواهد کرد. ترکیه در سرمایه‌گذاری مستقیم به اقتصاد تاجیکستان به جای دوم برآمد. طبق گفته سفیر ترکیه در تاجیکستان علی رفعت کیاکسال سال گذشته بعد چین دومین کشور در سرمایه‌گذاری مستقیم به اقتصاد تاجیکستان بود. طبق گفته او حجم سرمایه‌گذاری مستقیم ترکیه به اقتصاد تاجیکستان 200 میلیون دلار را تشکیل داد. این مبلغ‌ها برای اندازی پروژه‌های برای ساختن کارخانه‌های استحصال مشروبات بدون الکل، محصولات رنگوباری، مبل، بسته‌بندی اتوبوس‌های مسافربری و غیره روانه شدند. به گفته دیپلمات ترک در حال حاضر در تاجیکستان 90 شرکت ترکی فعالیت می‌کند. کاخ سفید آمریکا روز شنبه آخر هفته گذشته اعلام کرد که در حال بررسی تحریم علیه ترکیه در ارتباط با خرید S-400 از روسیه است. در این باره پایگاه خبری بلومبرگ خبر داد. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه در واکنش به اعلام آمریکا تاکید کرد که کشورش روند دریافت سامانه پدافند S-400 از روسیه را تکمیل می‌کند و اگر آمریکا بخواهد انقره را از برنامه تولید جنگنده F-35 کنار بگذارد، باید سرمایه‌های ترکیه در این برنامه را بازپس دهد. طور خبرگزاری انادولو می‌نویسد اردوغان گفته که خرید سامانه پدافند S-400 برای آمادگی جنگ با کسی نیست، بلکه تلاش برای تأمین و تضمین امنیت ملی است. با گفته رئیس جمهوری ترکیه تا اپریل سال 2020 روند انتقال سامانه پدافند S-400 به کشورش کامل می شود. سازمان هلال احمر تونس روز شنبه 13 ایول اعلام کرد که اجساد 82 مهاجر غرق شده در ساحل‌های تونس توسط ماموران گارد ساحلی از آب گرفته شد. این قایق بادی که از لیبیا به مقصد اروپا در حرکت بود 10 روز قبل در ساحل‌های تونس غرق شد. سازمان هلال احمر تونس گفت که قایق بادی حامل این پناهجویان در زمان غرق شدن 86 سرنشین داشته است. چند ماهیگیر تونسی توانستند 4 تن از این پناهجویان را نجات دهند، اما یکی از نجات یافتگان در بیمارستان جان باخت. سازمان هلال احمر این حادثه را به عنوان یکی از بزرگترین فاجعه‌های رخ داده برای پناهجویان عازم اروپا در دریای مدیترانه عنوان کرد. تاکنون مشخص نیست که اجساد این 82 تن پناهجو چگونه و چه زمانی به لیبیا فرستاده خواهد شد. اینجا نهایت برنامه امروزی ماست و من با شما خداحافظی میکنم. برنامه‌های رادیویی ما و مطلب‌های ما را در پایگاه پیام.net و شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. انتظار پیشنهاد و ملاحظه‌ها و همکاری‌های شما هستیم. سربلند و پیروز باشید. خیر تا روز دیگر.